سلام بچه، امیدوارم هر چی که هستید حالتون خوب باشه. خب بچه، من این ویدیو رو اختصاص دادم به پاسارگاد. میخوام از اول پاسارگاد رو نصب بکنم و برنامه خودم رو روش اجرا بکنم. خب بچه، اول کاری من یه دونه VPS گرفتم. حالا من از دوپراکس گرفتم، شما از هر جا که گرفتید. بچه من توضیح بهتون بدم. ببینید سه تا پلنه. حالا داخل بات شما میتونید نگاه بکنید پلن ها رو، ولی حالا من بهترینشو گرفتم چون میخوام همه سرور رو ران بکنم. من 16 گیگ رم و 8 اس سی پی رو گرفتم. من اینجا برنامه رو بذار قطع بکنم سرورمو. خب بچه، یه آی پی تمیز حتما پیدا کنید. خب دیگه ما کاری نداریم. حالا این اینجا کپی بشه. یه دامنه هم من اینجا دارم، یه ساب دامین بزنم براش. اینجا آی پی رو میزنم، اینجا مثلا میزنم M1 و این هم که میذارم و این هم میذارم رو 2. سیو مهم نیستش. خب بذار من اینو یه پینگ بگیرم ببینم درست میاره. 240 درست. خب این که درست شد. پس دیگه حالا ما که با کلاد فلر کار نداریم، حالا این اصل کاری. میایم تو قسمت نصب خود سایت. خب اینجا اپ آپدیت بزنم. آپدیت. خب اینجا من دستورشو میزنم و شروع میکنه به نصب. بچه خیلی ازم سوال میپرسید، میگید چطور. بچه ببینید، من الان حالا خام دارم یه چیزی رو میارم بالا. خب کسی که پنل داره، پنل پاسارگاد داره دیگه، دست خودشه. بعد بچه من باز هم میگم، من مسئول پروتکل زدن های شما نیستم. یعنی وقتی کاربر با خود سرور نمیتونه درست ارتباط بگیره، پینگ درستی نمیگیره، دیگه با بقیه چه انتظاری دارید دیگه. و من یه توضیح بهتون بدم بچه، این برنامه میاد چیکار میکنه. برنامه میاد شما رو از یه دونه سرور کلا شما نیاز دارید، اون یه دونه سرور رو این برنامه روش نصب میکنید. این برنامه میاد کلا این سرویس هایی که میخواد رو چیز، این نود هایی که میخواد فعال بکنه رو روی سرور شما فعال میکنه و شما میتونید سرورتون رو تانل بکنید به نودها. یعنی همه دیتا اول از سرور شما رد میشه. اینو حتما دقت بکنید بچه ها. خب بچه من دستور رو زدم داخل خود سایت، اینو کپی کردم، زدم اینتر کردم، هیچ کاری نکردم. اینجا یک میزنم، اینجا میام این ساب دامنی که انگار آماده کردم اونجا کپی و اینجا کنترل پیست. آره دیگه درسته. اینجا میزنم و شروع میکنه به SSL گرفتن. آره داشتم میگفتم. حالا دیگه خودتون میدونید، ولی من دارم بهتون میگم سرعت باید ببینید. اینجا نوشتم هر چقدر سرعت بین سرعت پینگ سرعت و پینگ منظورمه بین کلاینت همون کاربر تا سرور اصلی کمتر و کیفیت شبکه بالاتر باشه، سرعت و پایداری اتصال به مابقی لوکیشن ها نیز به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. اینجا حالا کامل نوشتم که دیگه در جریانش باشید بچه ها. حتما باید رو اوبونتو 24 نصب بشه. من بارها و بارها به بچه ها میگم. و اینکه حداقل باید 2 تا باشه. خب ولی ببینید این واسه نسخه سیلورشه، یعنی حدود 15 تا کشور. اگه 36 تا کشور رو بخواید فعال بکنید، حداقل باید 4 رو داشته باشید. و اینم بهتون بگم که وقتی 36 تا کشور رو شما نوداشو نصب بکنید، حداقلش 2 گیگ و نیم تا 3 گیگ از رمتون رو اشغال میکنه. بچه شوخی نیست، 36 فاکینگ کشوره و به خاطر همین داستان. خب اینجا یس میزنیم بچه. اگه اینجاشو بلد نیستید طبق ویدیو پیش برید دیگه. اینجا نو، اینجا اینتر، اینجا اینتر، اینجا نو، اینجا اینتر. خب سب میکنیم تا نصب کنه. اینجا یس بزنید پیجی نوت نصب شه. اینجا اینتر. خب بچه این الان نصبه.
بذارید من از داخل خود سایتش که اینجا زده اینجا کپی بگیرم، اینا از اینو کپی و اینم جایگذاری این میکنیم و اینتر میکنیم. خب بچه ها این که اوکی الان اومد بالا. فقط ما یه کاری داریم، اونم اینه که یک یوزر بسازیم. اینجا یه API میخوایم، اینجا کنترل C میزنیم، اینجا کنترل V میزنیم، ساب میکنیم تا این بسازه. خب اینجا به همون داد C. خب اینجا مثلا میزنم C، این پسوردم نه این خیلی دیگه فضاییه. خب من اینجا یه اکانت میسازم، اینجا واردش میشم. خب بچه من وارد پنل شدم دیگه. ما با اینجا فکر نمیکنم کار خاصی داشته باشیم. البته چرا یه کاری داریم، اینجا میزنیم pg node، اینجا میزنیم edit env. بچه این قسمت رو من کپی میکنم، میام تو قسمت نود ها، توی این قسمت اینجا کنترل وی میکنم، اینو داشته باشیم. اینجا اینو میذاریم مین، اینو میذاریم آدرس خودش و اینو میخوایم، اینو میاد اینجا کپی میکنم، اینو که کنترل ایکس میزنم هیچی، پیستش میکنم و اولشو یک کت با فاصله میزنم و اینو میگیرم از اینجا. خب اینجا کنترل پیست میکنم و کریتو میزنم، ثبت میکنیم تا این سبز بشه. حالا خودش ثبت میشه بعد چند دقیقه. خب بچه من اینجا یه دونه هاست درست میکنم، البته الان نه، الان بذارید اول یه دونه کور درست کنم. بچه حالا من یه پروتکل رو خودم تغییر میدم، میذارمش رو ویلس، اینجا میذارم جرمنی، اینجا میذارم رو ریالیتی، اینجا میذارم روی play.google.com. حتی بخشید اینجا نه، اینجا واردش میکنم، تارگت رو این وارد میکنم، مودیفای رو میزنم، اینجا سیو رو میزنم و تمام. خب تو قسمت هاست من اینجا البته ببخشید گروه رو اول یا نه هاست رو من درست کنم. اینجا تو جرمنی رو میزنید بچه ها، اینجا هم که جرمنی اسم چیز باشه. بچه اینجا پورت رو خالی بذارید چون قرار از روی این کپی بشه، کلا این پورت رو خالی بذارید. خب اینجا من اینو کپی میکنم، اینجا پیست کریت. خب بچه این درست شد. توی قسمت گروپ یه اسم میذارم مین، اینو سلکتش میکنم و اینجا هم یه دونه یوزر درست میکنم به اسم سین، گروپ رو میذارم آل و کریت. خب بچه شما اینو میدید به کاربر، درسته؟ این الان کاربر داره، این الان یه سرور مثلا فعال که کاربرم داره به این وصل میشه، به انگار کانفیگ اصلی خود سرور. خب ما دیگه با این کار نداریم و اینکه میایم سر برنامه اصلی، اینو کپی میکنیم اینجا یک دستور کلیر بزنیم، ما اینجا پیستش میکنیم، اینتر میکنیم. آها بچه ها اینو بگم که الان من لایسنس نگرفتم، بعد آی پی سرورمو برم داخل بات بزنم و یه تست بگیرم. داخل کانال جوین میشیم و عضو میزنیم و تست رو میگیریم. اینجا همه رو نوشته نسخه سیلور، 2 تا آی پی میتونید بزنید و دوباره هم از هر آی پی تست بگیرید 2 تا 3 ساعت. اینجا میگه که بزنید، من میزنم و اینجا میگه که فعال شده، سهمیه 1 از 2 هستش و تا 3 ساعت هم فعاله. خب ما اینجا میایم تو برنامه، دوباره همون دستور رو میزنیم، برنامه برامون دیتکت میشه و لایسنس بیاد بالا. خب بچه اینجا برنامه. بچه از اینجا من یه پاوزی میدم، دقیقا از همین دقیقه
شروع میکنیم واسه نصب اصلی برنامه. خب ببینید من اول از همه توضیح بدم به بچه این نصب خود انجین برنامه هستش، این آپدیت، این حذف کل برنامه و نودها هست. اگر یه وقتی میخواستید همه نودها رو یه بار پاک بکنید و دوباره نصب بکنید این گزینه رو بزنید. این گزینه 4 هستش که میتونید شما تک تک نودها رو نصب بکنید و این هم گزینه انگار بلاک اد نود هستش که شما میتونید با زدنش، حالا الان من انجین رو نصب بکنم که توضیح کامل بهتون بدم. خب بچه با زدنش گزینه 5 اینجا براتون میاره، میتونید همشو با هم نصب بکنید. خب که پیشنهادی منه که حالا ببینید این حالا نسخه سیلوره چون تسته، ولی خب الان من میرم اینو گلدش میکنم به خاطر اینکه ما میخوایم همشو تست بکنیم. اینجا مثلا من میتونم بزنم از شماره 1 خب تا شماره مثلا 15 اینطوری میتونه شروع بشه به نصب، یا چند تا مثلا عدد. خب اینطوری که 1 مثلا 2 3 4 اینطوری میکنم، یا کلا حتی اگه یه دونه هم بخواید یکم مثلا میتونید بزنید. اینجا یه بار اینتر کنید از صفحه در میاد و این گزینه یکیش هم که نصب همگیش در جریان باشه. گزینه 6 برای زمانی که شما نودهایی که نصب کردید رو میتونید ببینید چه نودهایی نصب کردید. 7 ادیت هستش که میتونید اون نودو پاک کنید یا حالا کار دیگه. 8 هم که داخل ویدیو قبلی توضیح دادم. 9 هم که بهش میرسیم در آینده. خب بچه من برم اینو یه لحظه. خب اوکی شد. اینو من یه بار حالا شما با دستور اینجا من نوشتم بچه با این دستور تیسین میتونید اجراش بکنید دیگه. وقتی یه بار این لینک رو زدید دیگه مشکلی نیستش. حالا اون چون دستور بالا بود. خب الان 4 رو میزنم اینجا، ببینید همه کشورها برای من میاره اینجا. من میتونم تک تک نصب بکنم. خب دوستانی که حالا دوست دارن دستی تک تک نصب بکنم به این قسمت مراجعه بکنم، ولی حالا ما نمیخوایم تک تک نصب بکنیم. ما میخوایم مثلا چند تاشو با هم نصب بکنیم. بعد اینجا 5 رو میزنم، اینجا 2 رو میزنم. مثلا من میخوام حالا چون خودش آلمان هستش سرور دیگه، من آلمان رو نصب نمیکنم. مثلا 2 تا 6 رو میخوام نصب کنم که بشه 5 تا نود. 2 تا 6 اینجا از ما میپرسه که این سرورها انتخاب شدن، میزنیم یس و شروع میکنه به دنبال گشتن. خب بچه ترکیه رو پیدا کردش، آمریکا رو پیدا کرد. خب بچه اینجا فرانسه رو پیدا نکردش که حالا ما دوباره توی لیست بعدی میزنیمش فرانسه رو. خب بچه ببینید حالا 3 تا رو پیدا کردش، 2 تا رو پیدا نکردش که اینا هیچ مشکلی نداره. اینجا ما 3 تا نود داریم، ولی اگه دوباره من بزنم دوباره حالا انتخاب بکنم پیدا میکنم، مشکلی نیستش. حالا الان یکم فکر میکنم ارتباط خرابه. خب حالا ما اینجا باید نودها رو نصب بکنیم. چطوری؟ توی پنل ببینید من اینجا یه دونه ایزی پنل گذاشتم براتون. یادتون بچه نودها جدا باید نصب بشه و این قسمت جدا. خب ببینید بچه شما روی پنلتون خب اینجا باید هاستا اد بشه دیگه و بعد تک تک اد بکنید. مشکل شما فکر کنید که 36 تا رو باید اد بکنید. ببینید اینجا من یه کدی نوشتم که فقط هاست ها رو اد میکنه، یعنی اینطوری نیستش که بگی که الان میاد نود ها هم نصب میکنه من برم اونجا بزنم دیگه اوکیه فلان اینها. خب این ایزی پنله. پس یادتون باشه بچه اگر این کار ایزی پنل رو انجام دادید بدونید که نود ها رو باید جدا نصب بکنید، هیچ ربطی به هم دیگه نخواهد داشت بچه ها. خب اینجا یوزر پسورد منو میخواد، من اینجا میزنم چون برای اولین بار میخوام برم داخلش. دیگه اینو بچه سیو میکنه، دفعه بعد که مثلا من بخوام برم داخلش هیچ مشکلی نیستش. خب بچه من از گزینه 3 شروع میکنم. ببین این میاد تشخیص میده که چه نودهایی نصب شده. سعی کنید از این استفاده کنید، چه نودهایی نصب شده و اونو بهتون نشون میده
و شما میتونید انتخاب بکنید. 3 رو که بزنید ببینید زده ترکیه نصب شده، آمریکا نصب شده، بلژیک هم نصب شده. شما میتونید از گزینه 1 و این شکلی 3 خب همه رو نصب کنید، یا میتونید مثلا بگید 1 و 2 نصب بشه یا فقط 1 نصب بشه. فهمیدی چی میگم؟ اینطوری بچه‌ها. حالا من در میام این گزینه 2 گزینه کاستومه، یعنی شما جدایی از حالا اون نودهای نصب شده میتونی هر کدومو که میخواستی انتخاب بکنی و روش انتخابش هم دقیقا همون شکلی که گفتم و نصبش بکنی. گزینه 1 هم نصب همگانیه، یعنی انتخاب میکنی شما کدوم حالا چیز مراحل نصب رو میری و کلا همه رو با هم دیگه نصب میکنه. و گزینه دیلیت هم که دیلیت میکنه دیگه. حالا شما میتونید همه رو با هم دیلیت بکنید یا دقیقا همونطوری انتخابی میتونید دیلیت بکنید که الان اینجا برای ما آفلاین هستن، یعنی هیچ کدوم نصب نشدن. خب بچه اینجا من گزینه 3 رو میزنم چون نودهایی که فقط نصب کرده رو میخوام تنظیماتش انجام بشه. خب بعد اینکه انتخاب کردم میگه که یه دونه چیز هست، شما یه دونه پروتکل درست کردی با پورت 1080 عددشو بزن. خب من اینجا میزنم 1، همین یکی رو میخوام از رو این کلون کنه. ببینید اینجا زده select inbound to clone from. بعد اینجا هم بهمون میگه که هاسته که میگه که ساختی، چون من بله من اینجا ساختم هاستو و میگه که از رو این کلون کنم، من میگم بله از رو این کلون کن. اینجا بهم میگه که میخوام ترکیه و آمریکا و بلژیک رو نصب کنم. اوکی میگم آره یس. خب بچه اینجا نصب شدش. من اینجا میام رفرش میزنم، ببینید به اینجا اضافه شد. ببینید دیگه هیچی نمیخواد، فقط تنها چیزی که نیازه اینه که بیاید تو قسمت گروه ها اینو سلکت آل بزنید، همین تموم. دیگه هیچی نیاز نیست. اینم به خاطر اینکه چون ممکنه چند تا گروه ست کرده باشید گذاشتم خودتون بزنید. همین فقط شما میاد داخل گروه ها اینو میزنید. ببینید کاربر دیگه اینجا رفرش بکنه اینجا براش میاد دیگه. خب و هیچ مشکلی هم نداره. حالا ما بریم اینجا یه تستش بگیریم. خب بچه آلمان که همون اصل کاری خودمونه، این آی پیش 242.67 بودش. خب ما اینجا اینفو میزنیم ببینیم درسته دیگه دقیقا. الان آی پی ما همون شدش که زده. خب بچه اینجا من میام ترکیه رو انتخاب میکنم، من اینجا رفرش میکنم، آی پی من اینجا داده. بچه ببینید داخل این برنامه، حالا من اینجا دستور رو کپی کنم، توی این برنامه اینجا گزینه 6 رو که بزنم نودهای نصب شده رو برام میاره. خب و میتونم ببینم که مثلا حالا کدوم چیزه و معمولا باید آی پیش یکی باشه اینجا، ولی خب حالا نمیدونم الان چرا این داره آی پی متفاوتی میزنه. از این موقع چیز نه، ولی لوکیشن رو درست میزنه. خب من اینجا به آمریکا بس شدم دیگه. آره به آمریکا بله. اینجا برای من زده و اینجا برای من زده 248 166 و اینجا من به بلژیک وصل میشم 242 که آخرش هم زده 242. خب بچه یه یوتیوب هم حالا تست بکنیم. این با حالا خود اصل کاری خود آلمان هستش که ویدیوها رو باز کنیم. ویدیو حالا خودم باز میکنم که ببینید. حالا بذار من کیفیتش هم بذارم روی 1080 که دیگه مشکلی نباشه. ببینید که داره میاره. یعنی باید برگردم. خب من اینجا میذارم مثلا روی آمریکا، اینجا با رفرش میکنم که چک کنم این آمریکا. بله آمریکا. اینجا رفرشش میکنم. حالا این ویدیو رو دوباره میزنم اینجا، مثلا انتخاب میکنم که کدوم دقیقه باشه. بچه یادتون نره که این روی 1080 هستش و اینجا میاره برام دیگه خیلی راحت. و توی این قسمت بلژیک رو انتخاب میکنم. بریم ویدیوی قبلیمون رو نگاه کنیم. درسته دیگه بلژیک بله. اینجا برامون داره میاره با کیفیت 1080. بچه از بابت سرعت منظور دارم میگم که اوکیه. خب
ببینید داره قشنگ همه چی رو. حالا ترکیه‌اش هم یه تست بزنیم و یا دوباره ویدیو خودم بزنم. اصلا ویدیو خودم نه، بذار اصلا همین جی تی بزنم که اینم دیگه. میبینید داره قشنگ با کیفیت تمام اینجا میزنه، یعنی از بابت سرعت بچه‌ها خیلی اوکی. پس بچه‌ها یادتون نره این نود کلا برنامه تیسین ربطی به ایزی پنل نداره. ایزی پنل فقط میاد اینجا رو کانفیگ میکنه و شما حتما باید قبلش نودها رو نصب کنید. بچه‌ها امیدوارم هر چی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.